و این چون حدیثی 120 رو هم یه بار شرح میدیم کوتاه هست. اینم حدیث ابو هریره هست. امام بخاری ممکن حدثنا اسماعیل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. این حدیث ابو هریره است. میگن که من از پیامبر صلی الله علیه و در دو ظرف علم رو حفظ کردم. ظرف گوییم مثلا مانند همین کتاب، مثلا در دو ظرف. حضرت ابو هریره حدیث رو در ذهنشون حفظ میکردن، در کتاب نه، برای در دو ظرف گفتن، یعنی برای فهمو شدنش، یا اینکه من بعد یک نویسنده گرفتن و از حدیثی که میدونستن نویسوندن. لیکن به هر حال این رو برای فهمو شدنش که در دو ظرف حدیث جمع کردم. اما احدهما فبثثته، یکی آن رو رسانیدم به مردم، نشر کردم. حتی میگن که تقریبا 800 نفر تابعین از ابو هریره علم گرفته است. 800 نفر، یعنی در اون زمان خیلی اینترنت نه که یک بار 5000 کس در آمده حدیث گوش کنن، نه، 800 نفر یعنی دونه دونه آمده میگرفتن. 800 نفر از حضرت ابو هریره از تابعین غیر صحابه ها علم آموختن، حدیث ها رو رساندن، یعنی 90% حدیث ها رو یا 95% رو رساندن، اکثرش رو. و اما آخر یک قسمت دیگری حدیث ها رو نرسانیدن، چون که اگر اونا میرسانیدن این حلقوم بریده میشد. حلقوم، حلق، مجرای طعام، حلقوم بریده میشد، یعنی گردن هم زده میشد یا سر هم بریده میشد. یعنی این در همه زمان ها هست. و ببینید که در زمان این خاصتا وقتی که یزید ابن معاویه سری قدرت آمد، حتی میگن که ابو هریره 1 ماه پیش یزید به قدرت آمدن از دنیا گذشتن. میگن به هر حال اونجا بعضی مسئله های سیاسی بود، بعضی مشکلی ها بود و این در همه دور و زمان هست که همه حقیقت را همه وقت گفته نمیشه. یک حقیقت را میگویید و از هزارها حقیقت دیگه محروم میشید. حالی ما اجتهاد میکردم، میگفتن که خیلی حقیقت رو من گفته نمیتونم، لیکن دیگرها میگوید الله تعالی مرا معذور میداند گفته، اون حقیقت نمیگفتن و دیگر حقیقت ها رو میگفتن. یعنی به هر حال هر یک عالم روز قیامت مسئولیت دارد برای نرسانیدن شریعت. حضرت ابو هریره رضی الله عنه گفتن که من در دو ظرف علم آموختم، حدیث جمع کردم، یکی آن رو به مردم رسانیدم، یکی دیگر رو اگر می رسانیدم گردنم بریده می شد. گفتن یعنی مسئله های سیاسی، مسئله هایی که به صاحب قدرت ها اگر به هوای نفسشون زید باشد همون چیزاشو نگفتن. یعنی ابو هریره نگفتن، لیکن دیگرها گفتگی از خیلی نه که از شریعت پنهان مانده رفت. نه، شریعت همش به آدم ها رسیده آمد، فقط که حضرت ابو هریره تمام یک قسمتش رو نگفتم و عذرشون هم پیشنهاد کردن که اگر میگفتم سرم بریده میشد. یعنی این چیز در تمام عصر و زمانه ها وجود دارد و جان علما هم در خطر است. بعضی علما میگوید که تو حق رو بیان نمیکنی. خب تو چیکار میکنی؟ تو اول علم آموز، تو حق رو بیان کن. یعنی بعضی علما بیسواد است، میگوید که تو حق رو بیان نمیکنی. خب تو این آموز، اول تو یک فن نحو خوان یا بار، تو اول تجوید خوان یا صرف خوان، فن صرف، فن اصول فقه خوان، عذاب کش. اول علم آموز، بعد علم تو رسان. همشه ماشاءالله نترسیده، نه هراسیده و بی علم گفتن آسان است این گپارا. یعنی به هر حال مثلا امام احمد روز آمد حقیقت را گفتن، با وجود آنکه زندان شدن، ضرب خوردن. امام ابو حنیفه هم از پادشاه نترسیدن، گفتن که وقتی تو وظیفه قاضیگی رو میگیری نمیگیرم. گفت که قسم به نام الله میگیری؟ گفتن که قسم به نام الله نمیگیرم. کی میخواد گفته میتونن در حضور پادشاه؟ یعنی ترسیدن، مگر قسم به نام الله نمیتونن. بعد یک وزیرش گفت که تو چه خیر؟ گفت در پادشاه امیر مومنین قسم خورد و تو هم قسم میخوری. گفتن که پادشاه
برای کفاره قسمش دادن از من دیده قدرتش بزرگتر است. یعنی کسی قسم میخوره قسمش اجرا نمیکند، باید یک غلام آزاد کند. غلام آزاد کرده نمیتوند 10 مسکین به مثلا سر و لباس خریده دهد یا به 10 مسکین طعام دهد، یا اگر این نتواند این کارایه بعد 3 روز روزه داشته میدهد. امام ابو حنیفه هم همیشه کرده میتونستن، چون که صاحب ثروت بودن، غلام آزاد کرده میتونستن. پادشاه هم غلام آزاد، پادشاه به طریق اولا میتونست، اینا یا تاجر باشه یا سلطان خلیفه بود. گفتن که برای چی پادشاه قسم خورد تو هم قسم میخوری؟ گفتن که آخه پادشاه دیده قسمش به کفاره قسمش از من دیده، پادشاه حتی غلام آزاد میکند صاف. بعد به زندان حکم کرد. اصلا بعد این گفت که دروغ میگویی. من گفتم که امام ابو حنیفه گفتن که من برای قاضیگی صلاحیت ندارم، نه اصلح، من سزاوار نیستم. گفتن که پادشاه گفت که کذبت، دروغ گفتی. گفتن که امیر مومنین شهادت داد که من به قاضیگی سزاوار نیستم، چون که دروغگو باید قاضی نشود. پادشاه گفت که دروغ گفتی. گفت دروغگو باید قاضی نشود، اگر راستگویی باشم من سزاوار قاضیگی نیستم، اگر دروغگو باشم دروغگو باید قاضی نشود. یعنی مت دیگه حاجت نداره. وقتی که آدم علما غلبه کرده نتواند، بعد زورا غلبه، بعد زندان کرد، زهر داد، کشت. یعنی هر کی امام ابو حنیفه و امام احمد نیست که از کسی نترسیده حق را گوید. یعنی من یحیی ابن معین نگفتن حقیقت را، وقتی فتنه خلق قرآن شد گفته نتونستن. با امام احمد دوست بودن. امام احمد حق گفتن، کلتک صبر کردن، عذاب صبر کردن، زندان صبر کردن، از زندان برآمدن. یحیی ابن معین که دیگه گپ نزدن، هجر کردن. یعنی گمان میکردن که باید یحیی ابن معین هم حقیقت را میگفت، یعنی از ضرب کشتن و از ضرب زندان ناترسیده باید حقیقت را میگفت. یعنی به هر حال آسان نیست حقیقت را همه وقت گفتن و همه وقت شریعت را ناترسیده ناهراسیده بیان کردن هنری هر کی نیست. الله تعالی توفیق بندگی دهد و گناه های کبیره و صغیره ما و شما را عفو و مغفرت بنماید. والله اعلم.